همه آدمو در صنعت نیست ایوخی صنعتکار بود من همه آواز بیزه مقدر کجله سرود میخوانم کجله توی میرم همه آدمو مرا برقصکاری کردن گندهی کردن در صنعت نیستن کاوالیر مخرید نمی تلفن آیفون 13 پرو مکس نه خود دارم مردکا رو میخورم نداشته باشم اگه جا میخورم خداوند مرا بتن و مردکا رو بخورم اگه گفتنی که قلفانزه هم اسمات گیری بومش یه نه میترسیم که بوم نشده باشه همین چه دا غلطی دیم یگان چه دیگه نمه که ما نغلطیده باشه بیناموس آدم میگه خیلی بیناموس یه زنک یک بیناموسه میگه ناموس اگر آیفون 13 14 کو آیفون 25 ببرویه از باشم من میتونم خریده برای خودم میکنم لبوی چرا خدا نشان داده پشیمانی من میگم کاری بد رفتم که پشیمان میشم میگن که یه بیوه میگن یه کلمه بیزیبه بیوه میگن هم برای من یک دردی بزرگه خداوند گفت که همه آواز بیزیبت قطعی همه آواز دغلت قطعی من انشالله ترا گشنه نمیمونم ایزا میکشم ای خودم ایزا میکشم دوست دیگه شما هر وقتی میگی شو نمیکنی یعنی شما به سخت میرسد ما در سخت میرسد در شرکت ما باز یک سکیتکای خود را اعلان میکنم میتونه با ما روان کنیم ویدیو را ما به شما سکیتکا میکنیم و اینچنین برای خنی که واسه پلین پرس تاتید مردونگی را قوت کردن مهلت هم خوبگی را زیاد کردن برادرایی که در شهر خوبشون میمیزن مثال خشنا قبیده نمیتونن برای همه هم هسته و اینچنین منطلین برای روماتیسم بوم درد شامپون استرس و شامپون برای پیشگیری از سفید چای موی سر هسته ویاگرا هسته برای دولگیگرش مهلت هم خوبگی را زیاد کردن و اینچنین برادر جان برای خراب شوی چون تمین الهدایا نرک و دوغوری یا گم کردن خدا بلند کردن آدمای کلانسال و خردسال داشته پروتئین گینر ها میتونید همه توارا از شرکت ما دسترس کنید منه салом дӯстони азиз салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали меҳробпро инак боз дида ва дидор расид дар ин шоми мусоид бо шумо ҳастам ман рустам азимӣ бо барномаи ситорарез меҳмони нашри барномаи ситорарез ин навбат бисёр ҳам хонуми хушчахчах ки ҳамагон барои ҳозирҷавобию суханҳои ба қавли хубу хушчахчахаш дӯст медоред меҳмони барнома гаштанд гулдона алиёрзода ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд хуш омадед гулдонаи азиз سلامت باشین خوش باشین سلام مخلصان عزیز подписчикони меҳробпуро мара ёд накардем ман чанд муддат набудам як саволи диам розӣ мешавед ҷавоб додан ба мегӯянд ки агар ба як нафар бисёр занг зани ё хоҳиш кунӣ шояд дилгир шавӣ ё ки дилгир шавад ҳамон шахс ҳар боре мо шуморо ба барнома даъват мекунем шумо дилгир намешавед ки боз ҳаминҳо занг задан боз ҳамин نه هیچ بخواه یکم کار داشته باشم که جنگ میکنم خود تلفن میکشم خیلی دلگیر نمیشم نه برات خرسند میشم که شما ما را قدر میکنیم تشکری زیاد سوالی من شروع میشد از سوالهای به قبل ژوسکی و سوالهای به قبل عادی وقتی طلبه مکتب بودید معلمتون میپرسید گلدانه چی کارا شدن میخواهی با لهجه کودکی چی میگفتید میگفتیم که دکتر برای چی دکتر نشده دکتر نشدم اگر وقت دوباره به عقب برگردد دکتر میشه بله سرایندگی چی میشه میگن یک مرد 40 هنر کم است میرم دکتری میکنم با میرم سرایندگی میکنم اگر وقت باشد اگر سرایندگی به شما مبلغ نمیداد فکر میکنم امروز بس میکردید البته پولش نقص کار بالای روغن خیلی شکرانه خدا ها هست سراینده شویم مردم زنده باشد مردم یعنی دستگیری مردم از شما همه کتگیم همه کار و فرم از آن مردم است دغدغه اتون چی؟ دغدغه هم از آن مردم است مردم را دستگیری میکنه صنعتکار از آن خلق است چرا چند پیشنهاد شد رد کردید نخود دل شما از سنگ باشد که اینقدر جوان‌ها عاشق شما رد میکنید سبب در چیست؟ با همین سوال با همین سوال با همین ما نمیخوایم که شما تا آخرین مرگ تنها از دنیا روید ما میخوایم که درباره شما یک نفری باشد که شما را خوشبخت کرده است بیا همه سوالا رو برطرف مونیم من دیگه چیکار میکنم شو لازم نیست من ارزوی حواس فرزند مونیم تشکر زیاد سوال دیگه ناز کنید
ناز کنم ولی در طریق نواریمون یک ناز و اشوهی زنانه رو نشون به داد که همین آب و سوال- ادا شوند. بر همین سوالات یک سوال دارم ممکنه که جواب مرحمت. شما میگین که مرا ناز کنین یا دو اکما دوگانه بازم نیستم یا دو شناسا دخترها قطعی میگم که خیلی زنگ میزنه یک اونجا بریم میگه که ای نه یا گلدانه قطعی نمیریم گلدانه قطعی نمیریم چما میگم ماره قدر بعد میبینم میگه که همین میگه یک حفیظه‌ای میگه ای موشین میفری تپ 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 کده میگرد میگه یا ناز کده نمیتونی میگه ای قطعی یک اونجا برم ایزو میکشه میگه یاده دگونامه با قول دشمنان ما فکر کنم یک ناز اشوه کنید که سوخته خاکستر شوند. من ناز کده نمیتونم ناز چی خیلی خدا یک پیسونده یک آه رحمت سبق قول. خیلی که بگویم پیسونده بگویم خیلی ناز نمیتونم سلفی بگو بله میشود. بهترین سوال دیگر چین است اگر با نفر قهریه طریق نوالی ما از اون پرسید اگر از یگون کس قهری باشه من حتما حضور میپرسم من دختری هستم که یگون کس قد جنگ کنم بو 2 ساعت زیاد نمیکشه یکی زنگ میزنم یک پیش میرم همه جو با جو ما ایو بخشش میپرسم از دلش میبرید. متاسفانه حوزی یگون کس قد قهری نیستم جنگی نیستم ممکن تمام آدم‌ها اما قهری باشه مرا بدبینی کنه و من خودم درک ندارم خیلی بگن که من یگون کس قد قهری هم نیستم دشمنی هم ندارم یگون کس قد قهری باشم جنگ باشم ای تمامی تاجیکستانی ها عذر میپرسم بهترین سوال دیگر چین است گلونه پشیمانیت از سرمایه‌داریتان نه چه پشیمانم چون که پول دارد چون که مهنت دارد چون که آبرو دارد از همین سبب پشیمان نیستی نه شکرانه خدا من که تجارتکار بودم از اول اگر در اویله ما مردک نبود من رنگ مردکوار در زندگی مبارزه میکردم من شکرانه خدا تجارتکار بودم از اول لقمه خود را میافتم به سرایندگیم در قسمتم بود از سرایندگی میکنم یک خیلی آدم از مردکاری میوایه خیلی ای دکتر خیلی از تجارت طلبندگی خداوند از هر راه میتیه خداوند شکرانه میکنیم که خیلی سرایندگی خیلی گناه است گناه هم باشه ایرو خداوند در پیشوانه ما آفریده است تشکر زیاد یعنی که شما پشیمان نیستید نه پشیمان نیستم هرگز خدا نشان نده پشیمانی من اگه کاری بد رفتم که پشیمان میشم چون سخن درباره پدر رفت ما یک بار دیگر جای پدر شما رو بهشت باشد میگوییم و سوالی ما چنین است مادرتون بیمار بودن خیلی مادر پیرای مادر سن سالش رفت بیمار میشود عذاب فرزندو چند قی کلان شید غم فرزند میخواد غم فرزند در مادر هم خیلی قین است پدر رو از دست داده دردی سنگین بود میدونم یعنی که مادر از اوسان نمیخواهه به مادر زندگی رو تصور میکنه وای من یک گون کس ندارم در دیگه یه پدرم بود رفت پدر مرا یه کودکی 40 روزه نگاه میکردم رفت پدر مادر مای دست دادم نمیتونم خیلی لنگی از گریه میکنم یعنی دوست میداره مادر را کی دوست نمیدارد مادر را زاغ سیاه در هوا دوست میداره حالی ما کو انسان زمینی هستیم من تا جای میدانم شما مادر رو طوری سر کرده چی خواهشی که مادر کند شما اجرا میکنید همچون یک فرزندی خود رو اجرا کرده ایستاده البته مادر از شما راضی هستن البته نصیب کرده باشه به نزدیکی مادرم رو به خونه خداوند بهترین این نیتی خوب است و گلدان خون باوری داریم که شما از این کار هم میبرید و مادر شما حتما از خانه خدا زیارت کرده برمیگرده با انتخاب مادر اویله‌دار میشود یا که با انتخاب خودش بله با انتخاب خودم او را کی مونده که با انتخاب میکرده من قدر او را به پدر کلام کردم قدر در وایه رساندم میخوام که فرزندم یک مردی باشد که رنگی برادر عزیز رحیم غرمی باشه و
چند نیازمند را کمکی دست خیش را رسانه رنگی خودم باشه. بهترین. گلدونا از چی درد اذیت میکشه؟ فقط دوستش رو بگید. هر یک نفر یک درد دارد. درد شما چی است؟ درد من بیمار هستی؟ خبری خوش به دقت کل مهاجران میرسونیم که در مترو لیوبلینو یک تاجیک خودمون اجاره با نرخ ارزان پیشکش میکند. خانه به قول لوکس بوده از 2 حجره عبارت است. تمامی تجهیزات دارد و شما میتوانید به ملال آسایشته آنجا استقامت کنید. همچنین رجیستراسیا و حجت گذاری از جانب صاحب خانه در یک مدت کوتاه برای شما دسترس میگردد. رقم ها و آدرس در روی اکران. بیماری هر یک انسان هر بیمار من بسیار سرم درد میکنه. هم نزدیک قطعی مسکو رفتم بود برای که میگن که سرم یک درد میکنه 4 روز درد میکنه، یک 3 روز درد میکنه. میگه که دبینی دوشت زیادی داری، همون رو باید گرفتن در گره، هوا نمیرسه، مغز سرده. همون دخترها تشخیص کردم، چند جدا مسکو هم رفتم تشخیص کردم. میگه که باید همون بینیت باید اپریشن کنیم، اگر که سوز نشید باید سرم کرد درک گوشت زیادی گفتن. همین خیلی بسیار از این غمگین شدید از شنیدنش؟ نه غمگینم نشدم. خداوند دردم میتیه و یک کمک شفاش هم میتیه. شکرانه خدا لیچه نکردم، بسیار لیچه نکردم، سازم اکو چخلا همین یک دردم میفهمه. بسیار استوریز میکردم وصیت میکردم ای همه عذر میپرسیدم. خیلی غمگینی ایری وای نیست. غمگینی من هر یک آدم نیش میزنه میگن که یا بیوه میگن که کلمه بیزیبه بیوه میگن، همون برای من یک دردی بزرگه. خدا پیش خداوند یکون کس قد مول کده نرفته است که به من خیلی ببخشه و تنه مردم شد. با اون دختران و زنهایی که مقصد این زندگی آباد دارن شما توصیه همچون مادر میدید که زندگی خود رو قپند، یعنی که دردی زنی تنها یعنی که بیوگی به حد مشکل است. بیوگی به حد مشکل آدم همین وقتی یکم که جدا شدی، وقتی دیگیم که جدا شدی دیگه مردک زندگی معنی نداره. او چیزی مردم است، هیچ وقت عید شده نمیتونه. خداوند همین هر یک زن مادر وقتیه، اگر وقت نتیه میگه سری وقت بده همون مردنت بهیدن. به این خاطر یک بار خونت ویران میشه، 2 بار خونت ویران میشه، دیگه دیلگیر میشه ای زندگی، دیگه ایزا میکشی. خیال میکنی که تمام تاجیکستان تمام مردکا رو گرفتم جدا شدم، میترسم میگم ایزا میکشم، ای خودم ایزا میکشم. دوست دیگه شما هر وقتی میگی شو نمیکنی یعنی شما به سخت میرسد؟ من به سخت میرسدم میگم که شو چیکار میکنی؟ شوی خودم بود که خیلی تقدیر نصیب فرزندان نشدیم جدا شدیم. شوی خودم بود که بچه کردم، همون خیلی هم تقدیر نصیب قسمت همین رو آورد. پیشونم شور دستم بینمک بوده است، دیگه من ایزا میکشم، شو گرفته نمیتونم. اما خودم ندیدم بخته فرزندم بینم بهروز جان بچم. ای خداوند فقط آرزو میکنیم که بچم فرزندور شوم یک وقت یک تخت خطی. مرا بسیار آدم ها سوال میده که برنامه دا گفته بودم که بچم زن کلان شود، میخندن هم سوال میده زن میزنه یا برنامه تا گوش کردیم چه وقتی بچه زن کلان میشه؟ بله. گفتم زن کلان شود که زن گرفتم نتونه دیگه، همین یک تا بس دیده او حلی اوچشه وضعیت اوچش در چی وضعیت. این قدر آدم ها در واتساپ، در ایمو، در اینستاگرام، در کامنتاری چی می نویسن، همین کامنتاری برای فرزندم عبرت باشه. عبرت همین چیزی که ای خودت که رفت
دیگه همه آدمیزاد یک بار به دنیا میاد یک بار بخت میبینن او دیوم و سیومش بخت نیست چیزی مردمه گل حواسیه وقت گذراندن استفاده بردن بهوده باقی گل سعیدوان نگفته است ای بخت بختی اوله بله بختی دیوم بی ثمر است چرا پریشان حالید در زندگی مشکلی دارید نه شکرانه خدا مشکلی نه شاید از بیپولی رنج میکشید نه بی پولم نیستم شکرانه خدا خم اگه گفتنی که الفونسو هم اسمو تا گیری بومش نه میترسیم که بوم نشده باشه قریب شده بودم از دست الفونسو بله دیگه چشمتون روی شد میگن که آدم هم یه بار چه ده میغلطه دوبار همین چه ده غلطیده دیگه گون چه دیگه نمه که ما نغلطیده باشه بهترین سوال دیگر ناموس و وجدان میگن که نه هر کس ناموس و وجدان دارد اون رو میخواهیم به بیننده اثبات کنید ناموس چیست؟ ناموس است که مقصد همی چی میگن؟ ناموس چیزی اراده مردکی میگن ایره بی ناموس آدم میگن خیلی بی ناموس یه زنک یک بی ناموسه میگن ناموس یک اراده مردکی را نشان میده که تو در زندگی مقصد مردک هستی ارادت مستحکم است یک کاری که کردی دیگه را تکرار نمیکنی اگر خطا باشه اگر بی ناموس که باشی تکرار کردن میگیره 100 بارم تکرار کنی کم است برای بی ناموس من ناموسه با همه چیز میبینم ناموس وجدان این هر دوش یک چیز است بله. یک کلمه از ناموس وجدان همه بی ناموس همه کاری خطا را 100 بار تکرار میکنه با ناموس یک بار اصلاح میکنه بهترین بی ناموس این میگه خیلی که بی ناموس خیلی زنک همی سرش درست عقلش کتاه از یک زنکو یک دختروی که جرأت دار مردکو پیداش دیگه که و یا جوابی چند مرد رو میدین ما یه خیلی مرده که الفونز دستش او ریخته نمیتونه او ولی گب بله سوالی دیگر چین است چرا صدایتان گرفته است؟ اکو صدای مرا نوازیم صدای من خودش امتاییه هر دنیا دویت کنیم چه خیلی مثل که صداهمون یک خیل شده است من هم 2 ماه اخیر از همه مرا صدای مرا گفتی صدای من تا گذاری همه با شما دشمنی نکرده باشید من ای خدا میترسم ولی دشمنی نیست فکر میکنم دشمنای شما زیادتر بودن شاید با کاسه شما چیزی انداختن من گفته بودم بله در چاینک چای می من یه فعلی بزیب داشتم من جلی که چاینک آب میخورم از تمام بس کردگیم من قریب 6-7 سال شید چی در چاینک چی انداخته بودن؟ در چاینک میخالکه سیگارت شما نفهمیده اون رو نشیده همون را جلی کش خورده استفاده موندادم خیلی دیدیم خیلی همه آدمو در صنعت نیست ایوخی صنعتکار بود من همه آواز بیزه مقدر کجله سرود میخوانم کجله توی میرم همه آدمو مرا برقصکاری کردن گنده کردن در صنعت نیستن خداوند پشت کنده کرد آدم بد به مقصد نمیرسه خداوند گفت که همه آواز بیزه بتقاطی همه آواز دغل بتقاطی من انشالله ترا گشنه نمیمونم همه خیلی همه هر یک قدم های پشتم زویزه از اکو بسیار از آدم ها چی میکردن کلیپ میکردن که زویزه شم میده بودن از زویزه ها ما در رسیدم از طرف خونه ها در زویزه ها کار میکنم ما در طرف خونه ها کار میکردیم میگفتیم که اون کلیپ کنیم که غیمور هم یکون کس بشناسن از کلیپ هم نمیکنیم برای که زویزه ها اومدن ما در رسیدیم ما در جایی که در جای زویزه ها برسیم از طرف خونه ها هم از زویزه ها کار میکنم برای دوستون میفتن میرون خیلی زندگی برای همون خداوند گفته تو را بدی کرد بدی میبینه مرا که صنعت دور کردنی بود خودش دور شده ای صنعت خداوند کی حقه کی ناحقه همه شد عصای خدا صدا ندارد بعدی زدن دوام ندارد گلدانه وقتی شما در راه رفته ایستادید مردها با شما گپ میپرتیند با زنی زیبا با دختری زیبا خواه نخواه من انسان گپ میپرتید با شما این خیلی مردم پسندن
نه خیلی پسند نیست دنیا همه که گب نپرتای نمیشه نفسش نمیبرویه بعد میگن که سیو سرخ ده سنگ بسیار میزنن که هم بغلطه به دستش خیلی ممکن بیزه من باشم یکون ستاره من گرمه روزانه شما در زندگی با بسیار از آدمان وا خوردید و شاید همگان رو خوبتر میشناسید چگونه مرد به شما پسند است؟ مردی که باشد یک مادر خودش حرمت کنه بیا بیخ کنی تو را بشینه و 24 ساعت تلفنی تو را بکوه و ایگه جا اومدی چی کردی چی خوردی چی پوشیدی و خیلی آدم باید ما که اژدهار نیستیم همه چرا بخوریم او را بومش کنیم مقصد در همه زندگی همه چی میروه 10 کیلو کارتوشکا میروه 3 لیتر روغن میروه یه موده 20 کیلو آرد میروه که ما جهانگیر اژدهار نیستیم یکون کلبه و ایرونه ما قصر نمیخواهیم بله مقصد ما بعد این دیمش که فقط تو را زنگ میزنه در بیخ تو میشینه مادر خودش یک بارم زنگ نمیزنه باید مردک مادر خودش حرمت کنه یک روزه 20 بار مادرش زنگ میزنه مادرش 20 بار زنگ میزنه ایتا تلفنش نمیگیره تلفن مادرش خیلی نمیگیری و ما او خیلی مردک چطور قبول کنم چخیلی ما او مردک زندگی کنم هیچ وقت ما او مردک زندگی نمیکنم مردک در پیش ما بیاید 10 مینوت بشینه در موبایل 10 مینوت 2 بار مادرش زنگ میزنه مادر جان اوچا جان در کجایی من یه جا دارم یا پیش دوستی نزدیک دارم میام من خیلی مردک حرمتم میکنم تار دستم میکنم در زندگیم قبولم میکنم خیلی نیست که بیایه 24 ساعت پیش من بشینه و 24 ساعت اوچاش زنگ میزنه تلفنش نگیره اصلا پای شما رو ویران کنند تلفن بکوه بشوره چیکار کردی اینجا 5 مایده برابر نیسته بعد پیش چیکار است یه خیلیش گپ خوب گپ میزنه یه خیلیش گپ گنده گپ میزنه یه خیلیش چند ساله میگه خیلیش میگه شو نمیگیری با اوقات شب ما اهمیت نمیدم کی چی میگه چند ساله شو میکنی در جایی ما این خیلی همونه آمده این فریز هم نیست اهمیت میده یه خیلی مرده خودشا نشون میدیه تلفن تا میکنه راش میکنه گفتی اروسا ریونواد میکنه او چاش 20 بار همونجا زنگ میدن نمیبرداره ما او مرده که چیکار میکنه یعنی زورش به زن میرسه نه باید مادرش حرمت کنه مادر تو در پیش تو قدر نداشته ما اگه جو قدر دارم منم یه مادر بکن 20 ساله بیوایم دجه 22 ساله بیوایم یگون مرد حالی یک سامان یاردم کدگی نیسته یک سامان چیه؟ من خودم تمام هم کدگی نیستم نمیتونم روم نمیشه که من خیلی چیز ندارم عقل کده خودشون یاردم کده نمیتونن من کاوالیر مخارید نمی تلفن آیفون 13 پرو ماکس نه گوشواری تیلورا کاوالیر مخارید شوم خرید دخونگم خرید میگه دهانم در زمین میغلطه ما مقصد کتگی نمیکنید در حساب مرد نه حساب مرد کتگی هم نمیکنم در تقدیر ما خیلی بودم هم نغلطیده کدام بغلطه با خچه قایمو شمارده میگیره خچه با هم که همه جا قرضور میگیره با پرابلیموش میره به سر ما میزنه با پرابلیمای ویره بود میکنیم چند تاشا دیل ما گرفته آیفون پرو ماکس خرید نمیچ خرید میگه خاک ما آیفون ها نمیدونم آیفون کار فرمانده نمیتونم مگر آیفون 13 14 کو آیفون 25 ببروه از باشم ما میتونم خریده برای خودم میکنم لبوی چرا آیفون 25 هم باشم ما میخرم میتونم نگم آیفون ها نمیدونم یعنی شما گفتن میخواهید که با مرد در زندگی نیاز ندارد ولی با مردایی که نیازمند هستن کمک میکنید بله و میگن که این گلدونه مردکا رو میخورانه مردکا رو میخورانه خش برونه خدا همه بوتم خود دارم مردکا رو میخورانم نداشته باشم اگه جا میخورم خداوند مرا بتن و مردکا رو بخورانم بهترین این بود برنامه ما به عنوان
ситорарез меҳмони нашри барномаи мо буданд дар ин шомгоҳӣ Гулдона Алиёзода. Таманниёти шумо дар охир зинда бошем. Таманниёти ман дунё тинҷи оромӣ боша. Ба ҳар як канори душанбе барои мо париж аст, биҳишт аст. Ҷавлон зада бигардем. Хай ман мисол шавам мегардам, кор мекунам, рӯзам мегардам. Ягон одам намеяд ки таа куҷо омадӣ, куҷо рафтиси. Барои ман озодӣ бас аст. Ташаккури зиёд. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. Мехоҳам ҳар яки шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компанияи Faberlic, компанияи беҳтарин барои занҳо. Мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. Ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. Ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. Духтаро ягон ҷои қиynиш нест. Аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. Аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро. Дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. Ташаккури зиёд ба диққататон.